تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. مهمان خونه‌های شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه نیز از محضر جناب استاد گرانقدر مولانا عبدالقدوس دهقان بهره مند می‌شویم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید. منم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در فرصت و مدت زمان این برنامه در خدمت جناب عالی و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله خواهم بود. خواهش می‌کنم. جناب استاد، به عنوان سوال اول بیننده که از SMS ها فرستادن که این سوال نیست، این دو تا از بینندگان سوال کردن که با هم جمع میکنیم. سوالشون هم این است که هر وقت دستشویی میرویم بعد از اتمام قطراتی روی لباسهایمان میریزد، برای نماز خواندن چه کار کنیم؟ الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سوالی که بیننده عزیز و ارجمندمون داشتند که ظاهرا چند نفر از بینندگانمون بودند، این مسئله در فقه اسلامی به عنوان وضوء معذور یا طهارت افراد معذور مطرح شده که این طهارت یک نوع طهارت استثنایی هست. یعنی برخلاف قواعد و برخلاف اصولی هست که برای انسانهای سالم و تندرست وضع شده و احکامی که الله متعال برای اونها قرار داده. به صورت یک مبدأ اینو ما باید بپذیریم. در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراوان بیان شده که دین اسلام دین سهلگیری و آسانگیری هست، دین سختگیری و تشدد نیست و احکام دین مبین اسلام احکامی هست که سازگار هستند با طبیعت بشر، با نیازهای بشر، با ضعفها و بیماریها و عوامل مختلفی که در زندگی بشر رخ میدهد. بدین خاطر است که الله متعال میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. هدف از تدوین این قوانین اسلامی و تشریع احکام شرعی این نیست که مردم در حرج بیفتند، در زحمت و مشقت بیفتند، بلکه برعکسش الله متعال میخواهد که آسانی و سهل در واقع و سادگی در زندگی انسانها بیاید. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، اونگونه که در سوره بقره میخونیم. الله متعال برای من و شما سادگی میخواد، راحتی میخواد و سختی و مشقت را برای بندگانش در واقع نمیخواهد. و احکامی رو که الله متعال برای ما تعیین کرده فاتقوا الله ما استطعتم، همه در حد توان انسان هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر انسانی مکلف هست با توجه به شرایطی که خودش دارد، با توجه به توانی که دارد باید مقید به احکام اسلامی باشد. در مورد طهارت افراد معذور، کسانی که نمیتونند که وضوء خودشون رو نگه دارن، الان این چندین در واقع گزینه و شاخه داره که تمام اینها حکمشون یک چیزی هست و تعریف شده در فقه اسلامی. اصل دلیلش و جواب این بیننده من این است که ایشون باید برای هر وقت نماز باید جداگانه وضوء بگیرند.
هر وقت نماز که داخل شد، یعنی به مجرد این که اذان گفته می شود قبل از اذان نباید وضو بگیرد، یا به تعبیر دیگر قبل از دخول وقت نباید وضو بگیرد. اگر وضو گرفت اون وضوش کافی نیست برای خواندن نمازی که وقتش هنوز داخل نشده. بعد از این که اذان گفته شد وضو بگیرد، طهارتش رو کامل بکند و با اون وضو می تواند که نماز فرض رو بخواند یا هر مقدار نمازهای نفل و سنتی که توانایی داشت و میخواست می تواند که بخواند. و با گذشت وقت نماز وضوی اون هم میشکند، گرچه وضوش عملا خیلی وقت شکسته، شاید همون لحظه ای که وضو میگرفته از طرف دیگر وضوش شکسته در واقع، اما برای این افراد معذور که نمیتوانند وضوی خودشون رو نگه دارن، الان به چندین دلیل، یا مبتلا به سلسل بول هستند و ادرارشون میچکد نمیتونن نگه دارن، یا مشکل باد شکم دارند، یا این که اضافه بر این فرض بکنیم که یک فردی رعاف دارد که خون بینیش بند نمی شود، یا جراحتی و زخمی بر بدنش هست که خونش بند نمی شود، یا این که به تعبیر دیگری که در حدیث اومده و اصل دلیل این قضیه هست، مانند زنی که عادت ماهیانش طولانی باشه، بیشتر از عادت معمول و همیشگیش باشه، تمام اینها حکمشون یکی هست، یعنی این که برای هر وقت نماز باید وضو بگیرند و با این وضو میتونن اون وقت نماز رو، یعنی فرض وقت رو بخونند، به اضافه نمازهای نفل و سنت یا نمازهایی که قضا کرده بوده همه رو میتونه با این وضو در واقع بخونه. در روایتی هست در صحیحین که معروف هست، روایت فاطمه دختر ابی حبیش هست، اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و از که یا رسول الله اینی امرأة استحاض فلا اطهر، گفت عادت ماهیانه معمولا در واقع خیلی طولانی میشه، بیشتر از حد معمول میشه و پاک نمیشم، افادع الصلاة، من اجازه دارم نماز رو ترک بکنم؟ رسول الله فرمودند که نه، نماز رو نباید ترک بکنید، نماز رو باید بخونیم. پس بنابراین کسانی که مبتلا به این بیماری هستند نمیتونن وضوی خودشون رو به هر نحوی در واقع نگه دارن، اونها از نظر شرعی معاف نیستند از نماز، نمازشون رو باید بخونن، حتما سر وقت باید بخونن، منتها در نحوه طهارت اونها این تفصیل وجود داره که وضو بگیرن، طهارتشون طهارت کاملی باشه، بعد از این که وضو گرفتند ولو این که وضوشون بشکند، ولو اینکه ادراری خطراتی از ادرارشون بیفتد، ولو اینکه خونی از بدنشون جاری بشود، باز هم وضوء اونها در واقع حکما نشکسته، اگرچه عملا شکسته، اما حکما چون که این فرد معذور نمیتونه وضوء خودش رو نگه داره، پس بنابراین وضوش نشکسته، میتونه که اون نماز فرض رو بخونه و بعد از اون نماز فرض نمازهای سنت هر چی خواست میتواند اون در واقع بخوند. این در مورد اصل کیفیت طهارتشون. اما در مورد لباسهای ایشون که حکم شرعی این است که لباس رو باید بشویند، لباسی که آغشته شده به نجاست، به ادرار، اون لباس باید شسته بشود و سعی بکنند حد الامکان تا جایی که برایشون میسر هست این در واقع لباسشون رو بشویند. الان اومدیم فرض بکنیم که البته امروزه که الحمدلله این امکاناتی وجود داره که لباس زیر به اصطلاح میتونند عوض بکنند یا ابزار دیگری هست که استفاده بکنند، پوشک یا چیزی دیگری که جلوگیری بکنند از این که لباسشون در واقع آلوده بشه و نجس بشود. بالفرض اگر برای یک فردی میسر نبود و لباسش هم نجس هست و نمیتونه پاکش بکنه و این قطراتی از ادرار افتاده، اگر نتونست، آبی مثلا نبود یا ممکن نبود برایش که پاکش بکند، با همین وجود باید نماز بخوند. یعنی به بهانه این که لباس پاک نیست، احتمال دارد قطراتی روی لباسش افتاده باشد یا خسته شدم از این که این همه شستم، اینها دلیل نمیشود برای اینکه نماز رو به تأخیر بیاندازن. نماز رو سر وقت باید بخونن، اون جایی از لباس که آغشته به ادرار یا موارد دیگر شده باید بشونن تا جایی که امکان داره و در این زمینه هم نباید وسواس چندانی داشته بود، همون یک کمی آب بپاشن و یک کمی بشونن، این کفایت میکنه. لازم نیست که حتما آب و صابون در واقع حتما استفاده بکنن، این اجباری نیست، فقط یک مقداری آب هم که بهش بزنند این در واقع پاک می شود و نمازشون نماز درستی است. جزاکم الله خیر. پس این مشکل و این بیماری باعث نمیشه که انسان تارک نماز بشه؟ هیچ عنوان این بحث نماز نه برای طهارتش، یعنی این نباید اینو به تأخیر بیاندازن. طهارتش چندین در واقع روش داره. اول وضو هست، آب باشه باید وضو بگیره، آب نبود در جای در سفری بود میتونه تیمم بکنه و اگر نمیتونست وضوش نگه داره، بازم این تفاصیلی هست که خدمت شما عرض کردم. اگر خود نماز خواندن هم مشکل بود، به
صورت ایستاده، میتونه که اینو نشسته بخونه، میتونه در حالت دراز کشیده بخونه، میتونه به در واقع با اشاره بخونه. حتی در مواردی در سفر یا در هنگام بیماری میتونه که دو نماز رو با هم جمع بکنه، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو در واقع با هم بخونه. این تفاصیلی هست که در فقه اسلامی بیان شده، اما به هیچ عنوان انسان نه در حالت بیماری یا در حالت بیوضویی که این مشکلی که این بینندگان عزیزمون داشتن، این مجاز نیست که نماز رو به تأخیر بیندازه. خیلی ممنون از شما بابت این تفسیری که در مورد این سوال فرمودین. سوال بعدی بیننده که دوستمون حبیب الله از روستای نمکچال مازندران سوال کردن اینه که آیا جشن تولد گرفتن برای نوزاد و هدیه دادن و شام دادن از نظر شرعی ایراد دارد؟ اگر تعبیرشون از جشن تولد این است که در واقع خانواده جمع بشوند و یک حیوانی رو ذبح بکنند و مهمانی بگیرند، یا افرادی میاند به این نوزاد یا به مادر نوزاد هدایایی رو میدن، این هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره، بلکه ذبح حیوان برای مولود این یکی از سنت ها هست. یعنی فرزندی که تازه به دنیا آمده، فرزندی که تازه به دنیا میاد و سنت هست که برایش عقیقه ذبح بشود. اگر دختر هست یک گوسفندی، اگر پسر هست 2 گوسفند رو باید ذبح بکنن و سنت این است که در روز هفتم باشه. در روز هفتم سر نوزاد رو بتراشند و در روایت اومده که به اندازه وزن مویی که تراشیدند، یعنی سر نوزاد رو وقتی میتراشند به اندازه وزن مویش صدقه بدن از طلا یا نقره. اینم جزء سنت هایی هست که در اسلام مشروع هست این کار رو انجام بدن. و اضافه بر این در روز هفتم نامگذاری بکنند نوزاد رو، اینم در روز هفتم هست. و همچنین ختنه کردن نوزاد پسر در روز هفتم. و اضافه بر این ذبح حیوان یا همون عقیقه، یک گوسفند یا 2 گوسفند که برای دختر 1 گوسفند هست و برای نوزاد پسر 2 گوسفند هست، اینو در روز هفتم در واقع میتونن ذبح بکنن. اگر تعبیرشون از جشن گرفتن و هدیه دادن این موارد هست، بله این موارد مشروع هست در شریعت اسلامی. نه تنها این که اشکالی رو نداره، بلکه سنت هست که این اعمال رو باید انجام بدن. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که یک شیعه هستن، در روایت هم فراوان اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم این اعمال رو خودشون انجام دادن. برای حسن و برای حسین رضی الله تعالی عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیقه کردن، ایشون رو در روز هفتم ختنه کردن و این سرشون رو تراشیدند و اون تفاصیلی که عرض کردم که به اندازه موی سرشون هم در واقع نقره صدقه دادن. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که یک شیعه هستن گفتن من یک شیعه هستم، میخوام راجع به حکم خمس از علمای اهل سنت فتوا بگیرم، لطفاً کمکم کنید. متاسفانه در مذهب شیعه هم در بعد اعتقادات یک مسائلی هست که ساخته و پرداخته علمایی هست که خودشون نسبت میدن به مذهب تشیع، که در واقع مدافع و تأمین کننده منافع خود علما و فقهای شیعه هست تا اینکه یک مستند فقهی داشته باشه. هم از نظر فکری و اعتقادی مسائلی رو ما میبینیم که به نفع شیعه هست، به نفع علمای شیعه هست، مانند گنبد و بارگاه هایی که وجود داره، نذر و نذوراتی که وجود داره که سر قبر میریزن و تمام اینها به نفع علمای شیعه هست. پس بنابراین این بعد اعتقادیش هست و در بعد عملی احکامی رو هم تدوین کردن، مانند حکم خمس یا حکم متعه که اینم پاسخگوی نیازهای دیگر علمای شیعه یا کسانی که به هر صورت ذی‌نفع هستن در این قضیه این منافع رو برایشون تأمین میکنه. اما واقعیت این است که درباره خمس در قرآن کریم هیچ گونه اشاره نشده و بحث حقی که بر مال مسلمان هست در آیات قرآن کریم فراوان اومده. در کنار نماز 10 مورد ذکر شده و به تواتر رسیده روایاتی که در این زمینه هست. بحث زکات هست. زکات یک حکم مالی هست، یک حق مالی هست بر اموال مسلمانان، اونم با کیفیتی که مشخص شده در فقه اسلامی. یعنی این که مال مسلمان در صورتی که این مال به میزان به در واقع نصاب و سقف نصابی که برای زکات هست به اون سقف اگر رسید اون وقت زکات داره که معادل با 85 گرم طلا باشه، یا این که 1 سال کامل بر اون بگذاره.
حتی فرضی که به عنوان زکات هست، این شرایط در اون وجود داره که به حد این معمول باید برسه که انسان ثروتمند باشه، 85 گرم طلا باشه، یا و این که یک سال کامل بر این بگذاره. در غیر این صورت حتی زکات بر مال مسلمان فرض و واجب نیست. و زکاتی رو که الله متعال ذکر کرده یک از اصول اسلام هست، یک از اصول اربعه در واقع عملی و عبادت‌های عملی هست. و همون گونه که عرض کردم در ده ها آیه این در قرآن کریم خداوند متعال حتی در اولین سوره بعد از فاتحه به این اشاره کرده و تقریبا در تمام سوره های قرآن می‌بینیم که الله متعال این اشاره کرده به زکات. و اون درصدی رو که در زکات هست اموال مسلمانان هست فقط 2.5% در کل مال هست. اونم تمام اموال زکات ندارند، یک اقلام خاصی هستند که این زکات در واقع به اونها تعلق میگیرد. این حکم شرعی هست در اموال مسلمانان که در قرآن بیان شده به صراحت، همان گونه که نماز بیان شده، همان گونه که روزه بیان شده، همان گونه که حج بیان شده، توحید و نبوت و معاد بیان شدند، به همون گونه زکات هم در قرآن کریم با آیاتی بسیار صریح و شفاف بیان شده. و در روایات رسول الله صلی الله علیه و آله هم این به تواتر رسیده و احکامش هم که در بسیاری از احکام هم در میان شیعه و سنی و تمام مسلمانان در این زمینه احکام مجمع علیه و متفق علیه هستند. اما در مورد خمس که یک خمس اموال باشه، خمس اموال در هیچ جای قرآن ذکر نشده. هیچ دلیلی نه از قرآن داره و نه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. تنها آیه‌ای که در قرآن وجود داره و مستمسک علمای شیعه هست که مردم را فریفتند و تعویلش کردند به خمس اموال، آیه 41 سوره انفال هست که این در مورد غنیمت جنگی اونم غنایم بدر در واقع نازل شده که الله متعال می‌فرماد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. در اینجا تعبیری که الله متعال داره این است که وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اون مالی رو که شما به غنیمت گرفتید. قبل از این آیه رو نگاه بکنید بحث جنگ هست و بعد از این آیه رو و خود این آیه رو بحث جنگ و قتال هست در مورد غزوه بدر در واقع نازل شده. حتی در خود آیه اسم غنیمت مرده شده. غنیمت یعنی حتی در زبان فارسی خودمون غنیمت یعنی مالی که در جنگ از افراد دیگر از کفار در واقع گرفته میشه. یک جنگی درگیری صورت میگیرد، مسلمانان پیروز میشوند، کفار مثلا فرار میکنند، اون اموالی رو که گذاشتند به عنوان غنیمت مال مسلمانان است. ما کسی رو که کاسب هست نمیگیم که غازی هست، مجاهد هست، برای قتال رفته، یا مالی رو که درآمدی رو که داره نمیگیم که غنیمت کسب کرده. خب این کسبش هست. خمس مکاسب در هیچ جای قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده. پس بنابراین در قرآن اولا اومده که بحث غنیمت هست و بحث مکاسب و اموالی که انسان میرسه، هدیه‌ای که به انسان میرسه، خرج و مخارجی که تامین میکنه برای زندگیش به هیچ عنوان مطرح نشده. و مطلب دومی که جالب هست در اینجا خود همین آیه‌ای که دلیل آقایون هست برای اثبات خمس، خود این آیه گفته خمس باید چه کار بکنیم. مصارف خمس رو کاملا مشخص کرده، جایی برای تعویل، جایی برای این که این نصوص رو تعویل بکنند، کج بکنند به نفع خودشون اصلا وجود نداره. و واقعا این استدلال از این آیه که استدلال بیجا و بیگانه هست. الله متعال میفرماد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این 1/5 مال الله متعال هست، یعنی 20%ش 1/5 مال الله هست. خب الله اینو به کی سپرده؟ سپرده به رسول که در ادامه آیه الله متعال این مصارف خمس را در واقع بیان کرده. این حق الله و حق رسول الله صلی الله علیه و آله هست. یعنی اون کسی که در این زمینه تصرف میکنند، در این زمینه اختیار دارند که این اموال خمس رو در اختیار بگیرند و هر گونه خواستند اینو هزینه بکنند، این الله هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله در همین آیه مصارف را برای ما بیان کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا در طول زندگی خودشون هم بر همین مصارف عمل کردند. یعنی این اموال خمس را که بهشون میرسید در این موارد خرج میکردن. و علموا فانما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول، مال رسول هست، حق اختصاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ولذی القربى، مال ذوی القربى رسول الله هست، خویشاوندان و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اضافه بر این والیتاما والمساکین و ابن السبیل. 5 گروه هستند. مال خود رسول الله هست، مخارج زندگی خودش، مخارج اهل بیت خودش، و یتاما
کسانی که یتیم هستند و همچنین مساکین و ابن السبیل و کسانی که مسافر هستند. در قرآن کریم اومده اون مالی که شما به غنیمت میگیری اونو به خدا و رسول بسپارید. خدا و رسول هم چه کارش میکنن؟ مال خود رسوله، مال ذوی القربا اهل بیت رسول الله هست، مال یتاما، مال فقرا و مستمندان مساکین و مال مسافرانی که در راه موندند. این چیزی هست که خمسی که بالفرض این که قبول بکنیم که این آیه در مورد خمس مکاسب باشه، در مورد همین چیزی که الان علماء شیعه از افراد و از پیروان و مقلدین خودشون میگن، بالفرض هم که قبول بکنیم که درباره خمس باشه، در این قرآن گفته که این برای این افراد هست. موارد تقسیمش هم مشخص، موارد تقسیمش مصرفش هم کاملا مشخص هست. ذوی القربا هستند، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، چون که از زکات سهمیه رو ندارند و زکات و صدقات جزء چرک مال حساب میشه و چون که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و طاهر هستند، این چرک به اونها تعلق نمیگیره، نخورن. حتی در روایت اومده که روزی از مال غنیمت حضرت حسن رضی الله تعالی عنه اومده بود و یک خرمای از مال غنیمت رو و صدقات رو برداشت و در دهن خودشون گذاشت و داشت که اونو میخورد. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که اخ یعنی متوجه کرد که نباید این رو بخوری و اضافه کردن در فراوان اومده در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و آله که این چرک اموال مردم هست و برای من و اهل بیت من که در واقع حضرت حسن و حسین و بقیه اهل بیت شامل میشوند این مناسب نیست. پس بنابراین اولا این مال غنیمت هست و مال کسبی نیست، مکاسب نیست. دوما بالفرض قبول بکنیم که مکاسب خمس داشته باشند، خود مصارفش در این آیه کاملا بیان شده و در این آیه هیچ گونه اشاره به این که مرجع تقلید یکی از موارد باشه نیست. از کجا این فهمیده میشه؟ آیا علمای شیعه مراجع تقلید فقهای شیعه ذوی القربا هستند که نیستند؟ آیا یتیم هستند، مسکین هستند، ابن سبیل هستند یا خودشون الله و رسولند یا نماده الله و رسولند؟ هیچ کدوم از این موارد نیستند. پس بنابراین استدلال از این آیه که خمس را باید به فقهای شیعه بدهند هیچ گونه مواردی رو نداره. و جالب این است که در تاریخ شیعه وقتی که ما نگاه میکنیم در متقدمین شیعه اصلا علمای شیعه را، فقهای شیعه را به هیچ عنوان جزء مستحقین زکات در واقع مستحقین خمس ندونستند. افرادی مانند شیخ مفید یا شیخ طوسی اصلا این بحث مطرح نکردند که یک این خمس رو باید به فقهای شیعه بدن، به مراجع تقلید بدن تا اینکه اونها به هر گونه که بخوان مصرف بکنن. و متاسفانه اگر واقعا خمسی که امروزه در ایران یا در مجامع شیعه نشین و مناطق شیعه اگر واقعا گرفته میشد 20% از اموال مسلمانان یا شیعیان و این خمسی که گرفته میشد اگر واقعا به این مصارفش میدادن، من معتقد هستم که در ایران نه یتیمی باقی میموند که هزینه زندگی نداشته باشه، نه مسکینی و نه هم ابن سبیلی، همه تامین میشدن. اما این اموال عملا امروزه صرفاً برای خود مراجع تقلید هست، برای فقهای شیعه هست یا برای طلابی که دارند و برای تبلیغات شخصی خودشون اینو هزینه میکنن. در کشور آفریقایی مصرف میکنن برای تبلیغ شیعه، برای تبلیغ هست و به خود این مستحقینی که در آیه به اون اشاره شده به این پرداخته نمیشه. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که در کتاب‌های شیعه روایات متعدد و بسیار زیادی وجود داره که ائمه شیعیان را از خمس معاف کردند. شیعیان در زمان غیبت معاف هستند از خمس. و حتی جالب است که در کتاب استبصار طوسی جلد دومش یک بابی رو در اونجا داره، یعنی باب ما اباحوا لشیعتهم من الخمس فی زمن الغیبه. این عنوان بابش هست، یعنی خمس را ائمه در زمان غیبت خودشون به شیعیان خودشون معاف کردن و در ضمن این باب روایات خیلی زیادی را آورده. من جمله روایتی از اولین روایت این باب هست که از باقر رحمت الله علیه اینو ذکر کردن که در اون روایت اومده وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم، ما این خمس را به شیعیان خودمون بخشیدیم تا اینکه حلال زاده باشن. بارها شنیده شما که میگن که اهل سنت حرام زادن. به چه خاطر حرام زادن؟ به خاطر اینکه خمس نمیدهند و مال امام رو میخورند. وقتی که حرام خوردند پس بنابراین خودشون هم میشوند حرام زاده. اما شیعه حلال زاده هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ائمه شیعه خمس را برای شیعه حلال کردند.
پس بنابراین حرام نمیخورند که حرام زاده باشند. و از این قبیل روایات خیلی زیادی در شیعه وجود داره و این روایات صحیحتر و قویتر از اون روایاتی هست که خمس رو بر شیعیان در زمان غیبت در واقع اعلام میکنن. منتها خودشون میدونند، ما اصلا در این زمینه نگرانی نداریم. به جای اینکه خمس میپردازند شیعیان به علما و مراجع خودشون، به نظر ما اگر نصف مالشون هم بدن اختیار خودشونه، کل مالشون هم بدن در اختیار خودشونه. اما این چون که این بیننده من سوال کرده بودن و از نظر فقهی و شرعی اون چیزی که در حقیقت هست و با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدگاه اسلام نسبت به خمس، این مطالبی بود که من خدمت شما و بینندگان عرض کردم. جزاکم الله خیر، واقعا کامل فرمودین و امیدوارم که بیننده شیعه‌ای که این سوال کرده به صورت کامل مطلب رو دریافت کرده باشه که جناب شیخ هم از دیدگاه اهل سنت و هم از دیدگاه اهل تشیع در مورد این سوال به صورت مختصر و مفید توضیح دادم. و از اتاق فرمان نیز درخواست میکنم که شما تماس بینندگان رو زیرنویس بکنن که از الان کسانی که میخوان تماس بگیرن و سوالاشون رو مطرح کنن میتونن تماس بگیرن و فقط ازشون خواهش میکنم که صدای ما رو از گیرنده تلفن و از تلفن بشنون و از تلویزیون نشنون، چون که صدای کمی دیر میاد. جناب شیخ باز دیگر نیز یکی از شیعیان سوال کرده که فرمودن با نظر به این که در قرآن آمده است که در دین اجباری نیست، آیا یک شیعه میتواند تغییر دین دهد یا نه؟ یعنی حکم این کار چیست؟ من نمیدونم واقعا تعبیریشون که میگن که شیعه میخواد تغییر دین بدهد، یعنی تغییر مذهب باشه. تغییر مذهب باشه، اینو باید تغییر دین یعنی کلا اسلام. بله. تغییر مذهب یک دیدگاه هست، یک نگرش هست، یک برداشت هست و یک مستندش اجتهاد علما و مجتهدین هست و هیچ گونه اشکالی رو نداره که وقتی که یک شیعه یا سنی به یک باوری رسید و متوجه شد که فلان حکم فلان عقیده قوی تر هست در میان اقوالی که از مسلمانان و از ائمه ذکر شده، هیچ گونه اشکالی رو نداره که تغییر مذهب بدهد، به اون چیزی که به قناعتی که رسیده به اون در واقع عمل بکنن و این فرق دین با در واقع مذهب هست. اما در مورد اصل دین همون گونه که ایشون در سوال آورده بودن، دین اجباری نیست. دین اجباری نیست به این معنی که مردم اجباری رو ندارند، کافار اجبار نیستند که حتما باید مسلمان بشوند. لا اکراه فی الدین معنیش همین هست که در پذیرفته دین اسلام هیچ کسی رو مکره نیست و مجبور نیست و در طول تاریخ اسلام ما چنین مواردی رو نداشتیم که مسلمانان شمشیر رو بالای گردن سری کسی بالا آورده باشند که یا مسلمان باش یا شما رو در واقع میکشیم. چنین چیزی وجود نداشته. نهایتش این بوده که گفتند یا مسلمان باشید یا این که اگر میخواهید در تحت سیطره مسلمانان باشید، در حکومت اسلامی باشید، یک نوع در واقع جزیه‌ای را یا یک نوع مالیاتی را به خاطر تأمین امنیت خودتون باید پرداخت بکنید. این اختیاری هست که اسلام به انسانها در واقع داده. پس بنابراین لا اکراه فی الدین که الله متعالی اینو فرمودن. اما این به این معنی نیست که انسان مسلمان میتونه که از اسلام برگرده. وقتی که انسان این دین رو قبول کرد، معنیش این است که در واقع پذیرفته که پایبند احکامش باشه و یکی از احکام شرعی اسلام این است کسی که وارد شد بعد از این اجازه نداره که دین خودش رو در واقع تغییر بده. و حتی آیه‌ای که در سوره کهف است که الله متعالی می‌فرماید که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، که هر کسی میخواد مسلمان بشه ایمان بیاره، هر کسی میخواد کفر بکنه. در ادامه همین آیه خداوند متعال میفرماید ان اعتدنا للظالمین نارا، ما برای ظالمان یعنی برای اون کسانی که کفر را انتخاب کردن آتش جهنم رو آماده کردیم. پس بنابراین این یک نوع تهدید هست. در واقع اختیار داری، هر کسی میخواد که مسلمان باشه، اما وقتی که مسلمان شد مجبور هست که باید احکام اسلامی رو در واقع بپذیره و باید به اونها تن در بدهد. اما تا زمانی که مسلمان نشده، بله هیچ گونه اکراهی نیست برگردن، اون میتونه که مسلمان بشه و میتونه در حالت کفر باقی بمونه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که شوهرم برای من قربانی حج کشته اما برای خودش نکشته، حکمش چیست؟
حکم راجح در این زمینه این است که جایز هست که یک خانواده وقتی که یک قربانی رو میکشن این در واقع همه شریک ثواب باشند. اگر شوهر تنها برای خودش اینو قربانی بکند، یعنی یک خانواده یک قربانی کردن، هیچ اشکالی نداره، میتونند که همه اونها شریک بشوند و قربانی ثوابش به همه اونها برسد. اما اگر نیتش فقط برای همسرش بوده باز هم اشکالی رو نداره و وجوبی نیست که خودش هم باید قربانی بکند. تا زمانی که خودش قربانی نکرده باشه، مثلا ثواب به همسرش نرسد، یه قربانی برای همسر جایز نباشه یا قبول نباشه، این گونه نیست. اگر تنها برای همسرش قربانی کرده هم جایز هست، هیچ اشکالی رو نداره. اگر نیت تمام خانواده رو کرده که همه شریک ثواب باشند باز هم اشکالی نداره و جایز است و در این مورد الحمدلله فقه اسلامی و شریعت اسلامی کاملا سازگار با خواسته ها و نیازه های مردم است. الحمدلله. تماس بینندگان رو میگیریم. بیننده اول، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت سلام علیکم، الله و بفرمایید. برکاته. محمد الهی هستم. خوبید؟ الحمدلله. ظاهرا تماسشون قطع شده. الو. بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. محمد الهی هستم. خوبید؟ الحمدلله رب العالمین. سلامت باشین. الهی خدا به همتون سلامتی بده. استاد عزیز بزرگوارم خوبن الحمدلله رب العالمین. الحمدلله سلامت باشین. دلمون خیلی تنگ شد. بله. استاد عزیزم، من میتونم بعد از برنامه با استاد عزیزم صحبت کنم با همین شماره؟ انشالله بعد از پایان برنامه شما میتونین که با استاد تماس بگیرین و میتونین با استاد صحبت بکنین. میخواستم استاد عزیزم ولی تا بعد از اینکه با برنامه باش صحبت کنم که دلم خیلی براش تنگ شد. بوی بهشت میاد، اصلا نمیدونم چرا. انشالله بعد از برنامه تماس بگیرین. انشالله در خدمت شما هستم. استاد عزیزم میتونه یه توضیح کوچیک الان بده برای این، با وجودی که خداوند در قرآن فرموده مسجد جای پرستش، فقط مرا بپرستید، نیست احدی رو با من شریک قرار ندید. بله. میتونه یه توضیح بده راجع به این عزاداری های محرم در مسجد، ببینیم چه حکمی داره که این عزاداری میکنن اونا، با وجود که خداوند اون آیه رو نازل کرده که در مسجد فقط نام مرا ببرید و مرا پرستش کنید، احدی رو با من شریک قرار ندید. یه توضیحی بدن راجع به این که ببینیم حکمش چجوریه، تا ما بعد از برنامه با استاد عزیزم صحبت کنم. خدا انشالله نگهدارتون. به استاد بعد از برنامه پیشونی استاد از طرف من ببوس. خدا نگهدارتون. سلامت باشین. انشالله پاسخ رو بعد برنامه بعد از تماس گرفتن بینندگان دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد گرامی، فرق اولیاء الله با اولیاء من دون الله میخواستم توضیح بفرمایید. فرق اولیاء الله و اولیاء من دون الله. بله، آیه قرآن میگه که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. بعد باز آیه دیگه میفرماد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله. بعد در مورد امامت هم در قرآن میفرماد که یوم ندعو کل اناس به امامهم، یا عباد الرحمن میگن که وجعلنا للمتقین اماما. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بله. سوال دیگه هم ندارین؟ تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خواهش می‌خواستم در مورد اذانی که سنی مطرح میکنه تو مثلا موقع اذان و اذانی هم که شیعه مطرح میکنه اذان میگن، در مورد اینکه مثلا شیعه میگه اشهد ان علی ولی الله یا مثلا اشهد ان علی حجت الله. بله. میخواستم در مورد این توضیح بدم که چجوریه تو
اسلام اصلا هم چیزی اومده یا نه؟ انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد انشالله. اما شیعه میگه. بله سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت خواهید. سوال دیگه هم دارین؟ دست شما درد نکنه. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. این آیه ولایت که ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، ولایت که در شیعه میگن بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و زکات و الحج و الصوم و الولایت، ولایت شامل ولایت خدا و رسول و 12 امامه، نه اینکه فقط 12. بچه‌ها سوال شرعی دارین شما؟ اگه سوال شرعی ندارین مجبوریم که بیننده بعدی رو بگیریم، چون بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشین، بفرمایید. یه سوالی دارم. بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. من میگم کسی که مثلا عمره مثلا حاج بگیره مرده جایزه؟ والا سوال زیاد واضح نیست، اگه میشه دوباره سوالتو مطرح کنید. کسی که عمره مثلا من خودم برم مکه، بله مثلا با موضع میخوای بگیرم از مسجد دوباره احرام ببندم کنم، این واجب میرسه یا نه؟ والا شما دوباره تماس بگیرین چون سوال واضح نیست، یعنی صداتون داره قطع وصل میشه و سوال واضح نیست. مرده بود منتها، یعنی فکر کنم قصدشون دوباره نیت عمره بکنم از مکه، همچه سوالی بود فکر کنم. یعنی من اینجوری احساس کردم شما. ان شاء الله دوباره تماس بگیرین و تا سوالتون صحبت و صداتون واضح بشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من یک سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم بپرسم که من یه دونه پسر دارم، بعد با اینکه علم پیشرفت کرد و اینا، میگم دکترها اینا میشونه مثلا پسر بچه بعدی دختر باشه یا پسر باشه، انتخاب خودتون باشه. میخواستم اینا تو حکم شرعی اسلام چه جایز هست نیست که مثلا دخالت کنی، مثلا پسر نباشه دوست دارم دختر باشه بچه بعدی اینا، مثلا این کارو بکنم، آیا حکم اسلام چیه؟ میخواستم اینو بدونم آیا گناه داره نداره بخاطر این. انشاءالله پاسخ را دریافت خواهید کرد بعد از تماس ها. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. این در نماز اگر با غیر خدا در مسجد آدم صحبت کنه یا صدا بزنه غیر خدا رو، نماز باطل میشه؟ این آیه مساجد لله منظور همینه که در سجده یا در نماز با غیر خدا انسان حرف نزنه؟ یعنی در خود نماز با غیر خدا رو خطاب قرار بده دیگه؟ بله. آیا منظور همینه که نماز آدم باطل میشه در مسجد؟ بله. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقا برنامه سوال شریف سوال داشتم از آقای عبدالقدوس. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. سوال شرعی شما. خواهش میکنم. من سوالم این هست در مورد بحث حجاب که این روزها بحثش در کشورمون خیلی داغ هست، این که آیا اگر حکومت ها یک قانونی برای حجاب بذارن به خاطر اینکه مردم از اونها مطالبه کردن که قوانین اسلامی رو حاکم کنن بر جامعه، آیا این مسئله لحاظ شرعی اشکالی داره؟ اصلا در طول تاریخ هر حکومت هایی که نمونه اسلامی بودن و حتی در حال حاضر در عربستان در این مسئله چجوری هست؟ چون ما الان خیلی از کارشناسان دینی داریم میشنویم که اصلا نباید قانونی در این زمینه نوشته بشه و همین که کسی مسلمان هست خودش حجاب رو رعایت کنه و قانون در این زمینه مشکل سازه. من این سوال از اینجا برام پیش اومد که حتی دزدی و قتل و چیزهای دیگه هم در شرع مقدس اینها حرام هست و اگر کسی قرار بود بنا به اسلامی بودن و مسلمان شدن از اینها پیروی کنه دیگه نیازی هیچ قانونی نبود.
این قانون نوشتن در این زمینه ها می‌خواستم توضیح بدید، من مقدار روشن میشم از این زمینه. ممنونم. انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد انشالله. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین. ببخشید من از ایران تماس میگیرم. بله بفرمایید، فقط اگه میشه یکمی صداتون رو بلندتر کنید چون صداتون ضعیفه. میخواستم ببینم در زمان پیامبر سلام الله علیها بله مردم شیعه بودن یا سنی؟ در زمان پیامبر؟ بله بله انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. خسته نباشین. میخواستم یک سوالی از استاد برنامه‌تون بپرسم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم ببینم که اینا شماهایی که دارین دم از اسلام و این چیزا میزنین، وقتی تو عروسیاتون همه دست همدیگه رو میگیرین و روبوسی میکنین و بعد دختر شیعه‌ای که من باشم میاد باهاش ازدواج میکنین و بعد دکتری میگین یه شیعه که تو اسلام شما بیننده عزیز، بیننده عزیز، واقعا من متاسفم ایشون که مردیان میگن من شوهر دارم دخترشی. خب مشخصه که صدای شما که صداتون رو تغییر دادید، حداقل به یک خانم بگید که این نقش بازی بکنه تا اینکه شما صداتون رو تغییر بدید. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. ظاهراً تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، همین ولایت خدا ولایت خدا. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. بیننده عزیز صدای شما داره پخش میشه. الو بفرمایین. سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشین، بفرمایین. یه سوال داشت. سلام خدمت استاد گرامی. اصلا سوال بپرسم ببینم مثلا یکی که حالا یا عمد یا غیر عمد مثلا یه حیوان حلال کشه حرام باشه مثلا بکشه، حالا یا عمدی یا غیر عمد، این مثلا حکمش چیه؟ مثلا یعنی در کشتن یک حیوان یا انسان و هر چیز دیگه اونا کفاره حساب میشه؟ مثلا چی میشه؟ مثلا اگه یکی مثلا میگه حالا قبلا هم به هر دلیلی مثلا دزدی کرده باشه، مثلا میدونی یا مثلا بخوام مثلا مال بهش برگردونه، بله این الان مثلا میتونه بهش مالت بودم شاید مثلا به باعث آبروش بشه مثلا قبول نکنه فلان این صحبت ها، مثلا چون مثلا پنهانی مثلا برن حتی مال مثلا بهش برسونم. بله سوالتون واضح، انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. سوال دیگه این دارین؟ انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. ظاهراً تماسا قطع داره میشه. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. ببخشید سوال. اگه میشه صدا رو از تلفن بشنوین و منتظر صدای ما از تلویزیون نباشین چون اینجوری صدا دیر میاد. الو. بفرمایین، در خدمت شما هستیم. الو، میاد؟ صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شرعی شما هستیم بیننده عزیز. ظاهراً تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو، سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین.
درست میخواستم ببینم امام علی شیعه بودی یا سنی، دست بسته نماز میخوندی یا دست باز؟ پیغمبر شیعه بودی یا سنی؟ بله. سوالم این بوده. انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. مرسی، ممنون، خسته نباشید. سلامت باشید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله بفرمایید، به سوال حق برنامه پرسش پاسخ و منتظر سوال شما هستیم. سوال شرعی شما البته. بگم زکات چطور که بیشتر بوریز درست؟ زکات چطور بدن 10 تا چطور داری بدن یک گوسفند و 2 تا گوسفند میبرید گوش میبخشید، درست یا درست نیست؟ این زکات شطور به چه صورته؟ سوالش زکات شطور به جاش گوسفند، یعنی زکات شطور به جاش گوسفند بدین؟ 10 تا شطور بدن گوسفند بدین، 10 تا گوسفند زکات داره. 10 تا شطور گوسفند زکات داره. یعنی سوال شما این است که چند تا شطور زکات داره؟ دارن تماسشون هم قطع شده. من اینجوری متوجه شدم که زکات شطور یعنی 10 تا شطور یک گوسفند بدیم، درسته؟ بسیار. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. می‌خواستم بدونم که چیز اصلا هر وسیله‌ای میخوام بدونم قیمت نقد تا قرض داره یا نه؟ قیمت نفت. اگه سوال شرعی داریم بفرمایید بیننده عزیز. من میخواستم بدونم فقط قیمت نقدی تا قرضی هم مدتی داریم مثلا یا نداریم؟ میخوام بدونم که چیزی الان قیمتش هست 10 میلیون تومان، میشه که باشه مثلا یک ساله باشه 12 میلیون تومان یا نه؟ بله انشاءالله پاسخ دریافت خواهید کرد. دست شما در نکنه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما میخواستیم یک سوال داشتم. بفرمایید. خوشحال الان مستقیم پخش نمیشه دیگه شما آسرات شما مستقیم پخش کرد. اگه میشه بیننده عزیز صدای ما رو از تلفن بشنوین، چون صدای تلویزیون دیر میاد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید می‌خواستم بدونم نماز واجبه؟ نمازهای پنجگانه؟ الو. بله. بله بله بله. انشاءالله پاسخ دریافت خواهید کرد. مرسی خدا. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من می‌خواستم با این آقای استاد صحبت کنیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم و صدای شما داره پخش میشه، منتظر سوال شما هستیم. الو. بفرمایید. می‌خواستم یک سوال کنم. بفرمایید، برنامه پرسش پاسخه و سوال شما داره پخش میشه، منتظر، یعنی صدای شما داره پخش میشه، منتظر سوالتون هستیم. خواهش می‌کنم. من می‌خواستم یه از این آقای انصاری به پیش من خود شکایت کنم. اگر سوال شرعی داریم بفرمایید، اگر ندارین مجبوریم که بیننده بعدی بگیریم. نه یه دو کلمه. این آقای انصاری خورده به حرفای بد و بیرا فوش میگه به مردم، بعد زشت. من خودم یک شخص بی‌سوادم. چون برنامه پرسش پاسخ و جای گله گذاری و این حرفا نیست، انشاءالله در وقت دیگه تماس بگیریم و بیننده بعدی رو بگیریم تا کسانی که پرسش پاسخ دارن و منتظرن که تماس وصل بشه بتونن سوالای خودشون رو مطرح بکنن. و کسی هم که بالاخره مشکلی داره میتونه با هماهنگی خود کانال انتقادهای خودشون رو بفرستن و با روابط عمومی تماس بگیرن.
بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. میگم شطور چند تا زکات داره؟ بله. الو. بله، زکات شطور چند تاست؟ میگم شطور چند داره؟ شطور زکات داره؟ بله بله، سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ میگم چند تا شطور زکات داره؟ انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد بعد از تماس ها. میگم این زکات شطور سوال دیگه ای ندارین؟ تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. اما اهل سنت میگن هم جنس بازی و لواط. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. عبدالله هستم از تاجیکستان. درباره عقیده ماتریدی کمتر معلومات میخواستیم. درباره عقیده ماتریدی؟ خوب، بله. بله، انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. انشالله. سلام علیکم. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو، سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. می‌خواستم ببینم خدا شیعه است یا سنی؟ خدا؟ سبحان الله. سلام علیکم، بفرمایین. الو، سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. مرسی، خسته نباشید. من می‌خواستم بپرسم، ببینم من از ایران زنگ میزنم. ایران تو الان ماه محرم شروع شده بزنه بکو با طبل و الان خدا وکیلی اون دخترایی که تو عروسی اونقدر آرایش نمی‌کنن، یعنی میاد ماه محرم یه کارایی میکنن که اصلا قابل قبول نیست. خواستم ببینم الان چیکار کنیم؟ بریم اونجا گیر میافتیم، بمونیم خونه، چیکار کنیم آخه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ گناه نداره، بریم چه شما میچرخه، نمیتونیم چه شما رو درویش کنیم. مثلا گیر کردیم، ما میخوایم تو عزاداری امام حسین شرکت کنیم، میریم اونجا بدتر میشه. بله، خیلی ممنون از شما. سوال بعدی بینندگی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. بسیار نعت. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. ببخشید، در مورد این چیز گروه داعش میخواستم توضیح بدیم. در مورد این گروه داعش اینا میخواستم یکم توضیح بدیم. این جریان چیه؟ بله، سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. یه سوالی از استاد داشتیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید، من میخواستم بدونم این برادران شیعی که مذهب خودشون رو رها میکنن و اهل سنت رو قبول میکنن، آیا باید یکی از این مذاهب چهارگانه رو بپذیرن؟ مذاهب چهارگانه، چون تو بعضی از شهرهای ایران هیچ خبری از این اطلاعاتی راجع به این مذاهب نیست و اینجوری آدم سردرگم میشه. بله، خواستیم استاد یه توضیح بهمون بده که آیا همین خرافات شیعه رو بذاریم کنار کافیه یا اینکه حتما باید یکی از این مذاهب انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. سوالتون واضحه. از اتاق فرمانم میخوام که تماس ها رو محدود بکنه و تا بتونیم به پاسخ بینندگان برسیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین. سلامت باشین، بفرمایین.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. زاران تماسا با مشکل روبرو شده. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام به شما و بیننده عزیز. میخواستم ببینم که همین امام جماعت تو مسجد پیش نمازی میده، این حقوقی باید دریافت کنه یا نه؟ بله. سوال متوجه شدین؟ بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ سلامتی شما درگاه ایزد منان و برقراری شرکت. سلامت باش. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. میخوام یه سوالی از این استادتون بپرسم قربان. اگه میشه صدای تلویزیون رو کم کنید که چون صداتون واضح نیست. تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. جناب ببخشید میخواستم یه سوالی کنم که توی کتاب قرآن، بله، که توی کتاب قرآن مثلا نوشته نباید زنا کنیم، اما تو جامعه که الان داریم زندگی میکنیم برای کسانی که اصلا تا سن 30 سالگی اجازه نمیکنن و نمیتونن و اصلا شرایط مالیشو ندارن، چه حکمی صادر کرده قرآن برای این افراد؟ برای کسانی که زنا میکنن. خیلی ممنون. خواهش میکنم. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، بفرمایید. من میخواستم با سوال حق حرف بزنم. تا سوال داشتم. صدای شما داره پخش میشه، در خدمت شما هستیم. صدام داره پخش میشه؟ بله بفرمایید. اگه سوال شرعی داریم بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من از بانه مزاحم میشم از کردستان. بله بفرمایید. من تو معامله کار ماشین هستم. بعضی وقتا یه مشتری میاد میگه آقا من ماشین دارم، ماشین رو میفروشم به چک، ولی در عوض پول نقد بهم بدید، همون ماشین خودم از چک برمیدارم. 2 تا مثلا تو هم بکش روش که من بتونم مثلا ماشین رو بردارم با چک. بله. متوجه هستم شدید؟ اگه میشه دوباره توضیح بدین از اول. من تو معامله کار ماشین هستم. بله. بعضی وقتا یه طرف ماشینشو میاره میگه من احتیاجم به پول. بله. میخواد پول نقد بهش بدم. میگه آقا ماشین میدم به پول نقد ولی ماشین رو بازم بهم پس بدید، ولی با که مثلا یه ماهه 3 میلیون بکش روز. آیا این 3 میلیون حرامه یا حلاله؟ بله سوالتون واضحه. آره مثلا ممنونم. سلامت باش. بیننده آخرین بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. دست شما در نکنه، از ایران مزاحمتون میشم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. دست شما در نکنه. آقا میخواستم راجع به سلفی ها و وهابی ها بدونم. میگن اینا یه خود برامون میگه چی جوری هن، کجا منشأشون چی جوریه؟ بله انشالله پاسخ دریافت خواهید. نیستن چی جوریه؟ تشکر میکنم از شما. یک میان برنامه کوتاهی با هم خواهیم دید و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم،
نفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، بیادت شام مکه رنگ خون است، بگاه سرخی اسر بلال گون است، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای غناری گشته خسته، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای غناری گشته خسته، در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان به روی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب استاد، بیننده اول جناب استاد محمد الهی بودن که توضیح خواستن در مورد این که خداوند فرموده مسجد جای پرستش اوست و جای این چیزهایی نیست که در شیعیان انجام میدن مثل عزاداری و روضه‌خوانی و باقی کارها. در مورد این خواستن توضیح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آیه‌ای که ایشون اشاره کردن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اشاره به این دارد که مساجد محل عبادت هستند، برگزاری عبادت هایی که الله متعال مشروع کرده، اهم از عبادت فرضی باشه مانند نمازهای فرض یا عبادت نفلی باشه نمازهای نفلی، یا عبادات دیگری باشه مانند اعتکاف یا مانند قرائت قرآن. تمام این عبادات مشروع هست و محل این عبادات در مسجد هست که در مسجد مسلمانان باید این نماز رو در واقع اقامه بکنن و این عبادات مخصوص الله متعال هست و به هیچ عنوان هیچ نوع عبادتی رو و هیچ نوع دعایی رو و هیچ نوع استغاثه‌ای رو ما اجازه نداریم که از غیر الله متعال اینو ما در واقع طلب بکنیم. در روایات وجود داره که این حرمت مسجد باید حفظ بشود، نه اینکه در مسجد جشن و پایکوبی در واقع راه بندازن یا این در واقع سینه زنی باشه و اختلاط بین زن و مرد باشه و این کفریاتی که در محرم و در این حسینیه ها و روزه ها در واقع خونده میشه. تمام اینها متضاد هست با اون رسالتی که مسجد داره. حتی در روایات ما داریم اگر کسی در مسجد اعلام کرد که فلان چیز من گم شده، اعلام گم شده ای کرد که مثل قدیم مثلا اعلام میکردند که کلیدی گم شده، گوسفندی گم شده، چیزی گم شده، اگر کسی این اعلام کرد شما بگید لا رده الله الیک، خدا اینو بهت بر نگردونه. یعنی این که مسجد محل اعلام شما نیست که بیاید در اینجا از تریبون مسجد اینو استفاده بکنید برای کارهای شخصی خودتون، برای معاملات خودتون، برای تبلیغات خودتون باشه. پس بنابراین رسالت مسجد و مسجد این است که محل و جایگاه عبادت پروردگار متعال هست و در کنار الله متعال هیچ کسی رو نباید پرستش کرد و دین اسلام دین یکتاپرستی و عبادت هست. و در مورد مراسم عاشورایی که در واقع چند تن از بینندگان عزیز این سوالشون بود، من اینو توضیح رو بدم که این نه عبادتی هست و نه تقربی به الله متعال هست و نه نشانه محبت با سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هست. هیچ عنوان این نه تقرب حساب میشه و نه عبادت هست و نه هم نشان محبت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنهم، زیرا که ما میدونیم که جد بزرگوار رسول الله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، از این اعمال، از این نوحه ها و از این آه و ناله ها و از این بی صبری و از سر و صورت زدن بر خود در هنگام مصیبت ما رو نهی کردند. و همچنین در روایات فراوان شیعه وجود داره که اگر کسانی که در هنگام در واقع بی صبری بکنند در هنگام مصیبت، اینها رو از خودشون ندانستند، توصیه های خود اهل بیت هستند به فرزندانشون مانند توصیه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به خواهرشون که بعد از ایشون در واقع نوحه نخونن، سر صورت خودشون رو نزنن، این نوحه خوانی و این عزاداری که صورت میگیره این برخلاف دستور خدا و رسول الله و آیین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هیچ یکی از ائمه شیعه و شیعیان در واقع زمان ائمه چنین اعمالی رو انجام ندادند و هرچی در این زمینه روایاتی رو ساختند و پرداختند، تمام اینها در واقع به خاطر این است که یک نوع منفعتی رو برای علما و برای اون کسانی که زینب بودند در واقع این روایات رو برای خودشون ساختند. و همان گونه که عرض کردم اگر واقعا ما محبت داریم با سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، بهترین محبت این است که ما متبع حسین رضی الله تعالی عنه باشیم. مگر بعد از شهادت حسین رضی الله تعالی عنه زین العابدین چیکار کردند؟ فرزندان ایشان و خواهر ایشان و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ اگر ما واقعا پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، باید در خوشحالی و در غمهایمون مثل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم.
ما اجازه نداریم از نظر شرعی که به بهانه محبت با یک فردی خلاف دستور خدا و رسول الله و خلاف توصیه خود اون فرد رو در واقع عمل بکنیم. تمام این اعمال یک اعمال بدعت هست، ناشایسته هست و به هیچ عنوان همون گونه که عرض کردن نه تقرب هست و نه عبادت هست و نه نشان محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی در مورد اضافاتی که شیعیان در اذان آوردن سوال کردن که این اضافات از کجا آمد؟ متاسفانه این یک موردی هست که هیچ گونه اصلی رو نداره در روایات شیعه، حتی در روایات خود شیعه، بگذاریم از روایات اهل سنت و الجماعت و حتی علمای خودشون هم امروزه در تریبونهای عمومی و جهانی این اعلام کردند که این از اصل اذان نیست، بلکه این نشانه تشیع ما هست. شعار تشیع هست و نشانه تشیع هست و از این بدین خاطر است که میبینیم که این شعار متفاوت هست در شهرهای متفاوت و در کشورهای متفاوت. در جای اضافه میکنند که اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی حجت الله، یا در جاهای دیگر عموما در پاکستان و در کشورهای دیگر جملات خیلی بیشتر از این رو هم در اذان در واقع اضافه میکنند. تمام اینها ساخته و پرداخته کسانی هست که در واقع خودشون زینب بودند، میخواستند اعلام بکنند و این مسئله رو یه مقدار داغ‌تر جلوه بدن و به نفع خود در واقع استفاده بکنند. در زمان رسول الله، در زمان ائمه، خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه چون این اذانی نبوده و حتی علمای شیعه هم اعتراف میکنند که این اذان را خودشون اضافه کردند به خاطر اینکه شعار تشیع هست، نه اینکه اصل دینی باشه که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله هست، در مورد این آیه سوال کردن که در مورد چه چیزی؟ وقتا این آیه که اسمشون گذاشته بودن آیه ولایت، این ولایت و ولایت این دو کلمه متفاوت هست و معنی متفاوتی رو در واقع با هم دیگر دارن. و ولایت وقتی که میگیم یعنی با فتحش هست، ولایت هست و به معنی دوستی هست. و کلمه‌ای که از این استفاده میشه به معنی دوست یا من اسم فاعلش مثلا مولا هست یا ولی هست که معنی مفعولی رو هم داره، یعنی این که کسی که با یکدیگر دوست باشند و موالات هست و به معنی دوستی هست. اما از ولایت باشه به کسر باشه به معنی امارت هست و جانشینی هست و اون صیغه‌ای که از این استخراج میشه به معنی والی هست، نه ولی باشه. و این قطعا ما میدونیم که در این آیه لفظ ولی اومده، انما ولیکم الله، این دلالت بر ولایت دارد، یعنی به معنی دوستی هست و به هیچ عنوان نمی شود از این بحث امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را در واقع استنباط کرد. و خود همین که ما بنگریم در اصل قضیه که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اگر قوی ترین دلیلش این باشه، پس بنابراین این ولایت و امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه واقعا دلیل نداره. اگر قوی ترین دلیلش این باشه که از این به مشکل می شود که ما ولایت رو برداشت بکنیم، امامت و رهبری رو برداشت بکنیم، پس بنابراین این امامت که بنای سست و بی بنیادی هست، همون گونه که خود علامه امینی در کتاب خودش این 10 معنی رو ذکر کرده، 27 معنی رو ذکر کرده که هیچ یک از این معنی ها به معنی امیر، به معنی خلیفه، به معنی جانشین نیست. و در این باره ما در جلسات که در مورد آیه ولایت بود و در برنامه حجت بی حجت و منهاج السنه مفصلا مطالب رو خدمت بینندگان عرض کردیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که خب الان با پیشرفت علم میشه پسر و دختر بودن جنین را مشخص کرد، آیا این کار از نظر شرعی و اسلامی اشکالی دارد؟ تعیین جنس جنین که دختر باشه یا پسر باشه به اتفاق علما این که به صورت یک نوع رژیم غذایی باشه هیچ گونه اختلافی در این زمینه نیست، جایز هست و مشکل شرعی هم در این زمینه ندارد. حتی اگر در واقع به عنوان یک دستکاری باشه که برخی از اون مواردی رو که
تقویت میکنه که این جنین پسر باشه یا برعکسش دختر باشه. بعضی رو تضعیف بکنند که در واقع جنین به یک شکل پسر یا دختر در بیاد. اینم باز هم جمهور فقها نظرشون این است که در این زمینه هم هیچ گونه ممانعت شرعی وجود نداره، منتها به این شرط که این موارد شرعی رو در این زمینه مراعات بکنن. اون پزشکی که هست سعی بکنن که پزشک حتما پزشک زنی باشه و که بدون مورد پیش پزشک نامحرم در واقع نروند و کشف عورت نشه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن در مورد این که کسی که در نماز و در مسجد در حین نماز یعنی در مسجد غیر خدا رو خطاب قرار میدهد و طلب میکند، حکم این کار چیست؟ قطعا در هنگام نماز اگر کسی یعنی غیر خداوند متعال الله متعال رو در واقع صدا بزند، ندا بزند، چه به زبان فارسی باشد به زبان عربی باشد، این جزء مبطلات نماز است. هر کلامی که در واقع در مورد نماز نیست و از اون احکام و آداب نماز نیست، از اورادی نیست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده، اگر باشد و خصوصا که شبیه به کلام الناس باشه، این جزء مبطلات نماز هست و نماز رو میشکنه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که خب در مورد حجاب و خیلی از احکام اسلام حکمش در اسلام مشخص مثل حجاب که برای زن مسلمان واجبه و زن نباید یعنی به صورت کشف عورت بره بیرون. حالا آیا از نظر شرعی حکومت ها اجازه دارن قانون هایی را وضع بکنن برای اینکه مردم را اجبار بکنن به حجاب؟ من احساس میکنم که انگیزه سوال این بیننده عزیزمون اتفاقاتی بوده که اخیراً متاسفانه در ایران اونم به کثرت رخ داده، در اصفهان و این جریان اسیدپاشی که به صورت دختران ایرانی و در واقع هم وطنان ما صورت گرفته که این به هیچ عنوان توجیهگر این حکم حجاب نیست. حکم حجاب یک حکم اصیل هست، ثابت هست در قرآن که الله متعال این دستور داده ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن یا موارد دیگر از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این پوشش زن قطعا باید یک پوششی باشه که متناسب با حال خود اون زن باشه و یک پوشش کاملی باشه که زینت و آرایش زن رو در واقع باید بپوشاند. در این هیچ گونه شکی وجود نداره و هیچ گونه اختلافی هم وجود نداره، نه در میان شیعه و نه در میان اهل سنت و جماعت. و این که یک افرادی بیاند و متاسفانه با این توحشی که این کارها رو انجام دادن و اسید بپاشند بر روی کسانی که حجاب را به از دیدگاه اونها رعایت نکردند. و قطعا اون گونه که ما میدونیم الحمدلله در ایران مردم ما اهم از شیعه و سنی حجاب شرعیشون رو مراعات میکنن، یا حداقل این است که روسری سرشون هست به صورت کلی. این در واقع برهنگی وجود نداره و بالفرض هم اگر وجود داشته باشه کسی حق نداره که به این اندازه با این توحش بیان برخورد بکنن و زندگی انسانها رو فلج بکنن، زیبایی اونها رو بگیرن، چشمهای اونها رو در واقع بگیرن. و قطعا حکومت جمهوری اسلامی باید تدابیری رو بیاندیشد و این یک ننگی هست برای اون کسانی که ادعای اسلام میکنند و اسلام را این گونه در واقع خشن جلوه دادن، اون گونه که حتی داد خود مسلمانان ایران یا شیعیان ایرانی در واقع در اومده و اعلام انزجار میکنن از چنین مذهبی و از چنین حکومتی که بخواد قانونش را و اون ایدهش را به این گونه سر مردم تحمیل بکنه. بله، حجاب یک حکم شرعی هست، کسانی که مسلمان هستند باید مراعات بکنن، اما کیفیت حجاب، آیا این که چهره پوشیده شود یا پوشیده نشود، این از دیدگاه فقها این جای اختلاف داره، بحث وجوبش که آیا واجب هست یا عدم واجب هست. و به هیچ عنوان حکومت اجازه نداره یا افراد یا حکومت اگر زنی یا دختری صورتش رو نپوشد این اجازه رو ندارند که در واقع به صورت اون یک اسیدی رو بپاشند یا فراتر از این ایشون رو محکوم بکنن. منتها ایشون به عنوان یک اجازه شرعی، یک حکومت شرعی این اجازه رو داره که یک سری تضمین هایی باشه، به عنوان مثال مثلا یک نوع جریمه باشه که در حد پایینی باشه که در متناسب با خود اون در واقع جرمی باشه که انجام گرفته باشه که یک انگیزه باشه برای عمل کردن مردم یا بهتر انجام دادن احکام شرعی. اما این که به این صورت و با این توحش عمل بکنند این در هیچ دینی و در هیچ آیینی این هیچ گونه اصلی رو در واقع نداره و این یک نوع
توحش هست و لکه ننگی هست بر افرادی که چنین تفکری رو دارند و بر حکومتی که در مقابل چنین افرادی سکوت بکنه. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که در زمان پیامبر مردم شیعه بودن یا سنی، که یکی دیگر از بینندگان همین سوال کردن ولی به صورت دیگه که آیا امام علی شیعه بوده یا سنی؟ بفرمایید. من خدمت این بینندگان عزیزمون عرض میکنم که اگر شما بیایید امروزه نمادهای شیعه رو بررسی بکنید، نمادهای اهل سنت رو نگاه بکنید، اون چیزی که نشانگر سنی بودن یک فرد هست، و از یک طرف بیایید اون چیزهایی رو که نشانگر تشیع و شیعه بودن یک فردی هست اینا رو بررسی بکنید، میبینیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از نمادهای تشیع هیچ چیزی وجود نداشته. نه این اذانی که شیعه اونو نماد قرار دادند، این در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین اذانی وجود نداشته. در کشورهایی که شیعه نشین هستند، در شهرهایی که شیعه نشین هستند، یکی از نمادهایشون گنبد و بارگاه هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و گنبد و بارگاهی وجود نداشته. ایشون بر قبرهای هیچ یکی از فرزندان خودشون، همسرانشون، حضرت خدیجه که محبوب ترین همسرشون بودند، عمویشون گنبد و بارگاهی رو نساختن. و عزاداری که امروزه شیعیان میکنن جز شعائر شیعه هست و جز ضروریات مذهب قرار گرفته که امروزه شیعه را به عنوان همین عاشورا میشناسند. در زمان رسول الله یا در زمان ائمه‌ای که بعد از سیدنا حسین بودند هیچ اشاره به این نشده و عزاداری هم به این گونه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیچ وجه در واقع نبوده. و این عبادت از آن گفتنشون میگم از آن گفتنشون و خمسی که امروزه شیعه میگیرند با این کیفیتی که میگیرند به هیچ عنوان خمسی نبوده که مردم برند بگیرند. حسینیه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود نداشته. بیان معرفی بکنند در طول تاریخ که حضرت علی رضی الله تعالی در زمان خودشون چند حسینیه ساختند، چند مرتبه نمیدونم جشن تولد گرفتن، جشن امامت گرفتن، دهه فاطمیه گرفتن، دهه نمیدونم قدیر گرفتن یا عزاداری در زمان حکومت خودشون، در زمان حکومت خودشون که واقعا قدرت در دست ایشان بود. اگر شما میخواهید شعائر تشیع رو نگاه بکنید در زمان رسول الله و در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی هیچ یکی از این شعائر و نشانه های تشیع وجود نداشته. اگر واقعا ادعا میکنید که وجود داشته بیاید برای ما اثبات بکنید از آیات قرآن، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از این موارد را که دلیل تشیع باشه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، دلیل این دین و مذهبی باشه که شما دارید در زمان رسول الله، در زمان سیدنا علی و در زمان ائمه وجود داشته باشه بیاید برای ما معرفی بکنید. پس بنابراین این معیاری که ما داریم، اهل سنت و الجماعت دارند، شعار ما این هست که ما عمل میکنیم بر قرآن، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر فهم سلف امت، یعنی همون چیزی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده ما دقیقاً برمیگردیم به همون حالت. هر گونه آدابی و هر گونه رسومی و هر گونه شعائری و مراسمی که برخلاف زمان رسول الله باشه از دیدگاه ما کلا مردود هست و جایز نیست. اما از اینکه عزاداری باشه، اما از اینکه جشن و شادمانی باشه، عیدی باشه که در زمان رسول الله نبوده، اذانی باشه متفاوت از زمان رسول الله، نمازی باشه متفاوت از زمان رسول الله، هر چیزی باشه از دیدگاه ما مردود است. پس بنابراین این افتخار ما هست که بر بگردیم به این که در زمان رسول الله به چه گونه عمل می‌کردن، اهل سنت و الجماعت دقیقاً به همون گونه عمل می‌کنن و مبارزه الحمدلله شروع شده. یعنی در هر زمانی این مبارزه وجود داشته. هر وقتی که یک انحرافی به وجود آمده، بدعتی به وجود آمده، علمای اهل سنت و الجماعت جلو این بدعت‌ها را گرفتن. اما در مذهب شیعه کاملا برعکس هست. هر چیزی که به نفع تشیع باشه و قول خودشون احیاگر دین خودشون باشه اینو در دین اضافه میکنن. مثلا که محرم رو که اسلام رو زنده کرده، محرم و سفر رو که معتقد هستند و قول امام خمینی هم هست که اینو گفته و یکی از مراجع مهمشون که این محرم و سفر هستند که اسلام رو زنده داشته. و در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نه از محرم خبری بوده و نه از سفر و این مراسم نبودند. در زمان ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله اینها نبودند. پس بنابراین ما به افتخار میگوییم که ما اهل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و دینی که رسول الله صلی الله علیه و آله عمل میکردن دقیقاً همین دین و همین شعائری هست که امروزه اهل سنت و الجماعت بر اون
عمل میکنن. اما این شعائری که شیعه اونها رو نشان تشیع میدونن، اینها نه در زمان علی بوده و نه قبل از علی و نه بعد از علی در زمان ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و و متاسفانه عرض بکنم یه خوشبختانه خود بزرگان شیعه مانند نوبختی و قمی و دیگران این اعتراف کردند اولین کسی که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را با قرائت شیعی مطرح کرد که منصوصی از جانب الله متعال باشه، عبدالله ابن سبع یهودی بود در زمان خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ایشون گرفت و بنابر روایتی سوزاند و بنابر روایت دیگر تبعیدش کرد به مدائن. و کسانی که این اعتقادات امروزی شیعه را داشتن، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اونها را در خندق انداخت و با آتش اونها را سوزانید. پس بنابراین این افتخار فقط و فقط ویژه اهل سنت و الجماعت هست که پیرو حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و این شاعری که نشانگر تشیع هست در زمان رسول الله و در زمان علی رضی الله تعالی عنه وجودی نداشت. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که شخصی در زمانی مرتکب بعضی گناهان شده مثل دزدی و اینکه خیلی حیوانات را به صورت عمد و غیر عمد کشته است. حالا که توبه کرده است برای جبران کارهایش که حق مردم را خورده و مال مردم و حیوانات را کشته، باید چه کار بکنه؟ کشتن حیوانات نمیدونم، ایشون توضیح ندادن، صداشون هم ظاهرا چندان واضح نبود که منظور ایشون از کشتن حیوانات چی هست. حیواناتی که برای از گوشت و پوستشون مصرف میکنن انسانها و از نظر شرعی حلال گوشت هستند، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و کاملا جایز هست و مباح و گناهی هم در این زمینه وجود نداره. و حیواناتی که در واقع دد هستند و دام و ضرر دارند و جزء سبع هستند، در رندگان هستند که ضرری دارند برای زندگانی انسان و کشتن اینها هم به هیچ عنوان هیچ گونه گناهی رو نداره. اما کشتن فرض کنیم که زنبوری باشه که هیچ گونه آزاری رو نداره، مانند زنبور عسل یا مانند مورچه، در صورتی که آزاری رو به انسان نرسونه، حتی در صورتی که در منزل بیاد و مزاحمت بکنه برای انسان، بازم کشتن جایز هست. و شاید منظورشون حیوانات مردم باشه، مثل دام‌هایی که در خونه مردم هست به صورت دزدی کشته باشه، مثلا با ماشین زیر گرفته باشه. به این صورت اگر واقعا این گونه است که مالی از مسلمان رو تلف کرده که این یک حکم جداگانه هست. اما به هر صورت اگر یک حیوانی رو بدون دلیل هم کشته باشه، بدون نیاز و بدون اینکه در واقع ضرری برای انسان داشته باشه، این در واقع خلاف هست و جایز نیست که انسان چون این کاری رو تا زمانی که ضرر و زیانی رو نداشته باشه این حیوانات بی آزار رو در واقع بکشن. اما کفاری در این زمینه وجود نداره، کفاری نداره، فقط همون ابراز نظامت در واقع کافی هست. اگر جز حیوانات حلال گوشت هستن برای مصرف بوده یا حیوانات موذی بوده که هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. اما اگر واقعا حیوانات مردم بودند، مانند دامه‌های مردم، گاو و گوسفند مردم بوده که اینها رو تلف کرده، از نظر شرعی باید عوض این موارد رو به صاحبانش باید برگردونه. اما در مورد سرقتی که انجام شده در زمانی که پایبند دستورات اسلام نبوده، از نظر شرعی بنابر روایاتی که صریح هست و صحیح هست، خوردن مال مسلمان، حتی مال کافر، نه مسلمان و نه کافر، خوردن هیچ مسلمانی بدون اجازه اش و بدون رضایتش در واقع جایز نیست و هیچ فرد مسلمانی این حق رو نداره که به حقوق دیگران، اهم از حقوق مادیشون یا حقوق دیگرشون مانند ارز و آبروشون در واقع تعدی بکنند. اگر یک مسلمانی بنابر تحریک شیطانی و وسوسه شیطانی مالی رو در واقع غصب کرد یا مالی رو به سرقت برد یا مال مسلمانی رو تلف کرد، از نظر شرعی آن مال را دوباره باید به صاحبانش برگرداند و یکی از شرایط توبه در صورتی که متعلق به حق الناس باشه این است که این حق را باید به صاحب حق بر بگرداند اگر تواناییش را دارد، و اگر تواناییش را ندارد حداقل برود حلالی بطلبد و بگوید که مرا معاف بکند یا اینکه فرصتی بدهد. و اگر هم صاحبش را نمیشناسد، از نظر شرعی برای اینکه بری الذمه بشود و مطمئن بشود که گناهی برگردنش نیست، به مقدار همون مالی رو که غصب کرده یا سرقت کرده صدقه بدهد به نیت خود صاحبش، به نیت صاحبی که صاحب اصلی این مال بوده. این دوتا خوبی داره، یکی این که از نظر شرعی در واقع بری الذمه هست و در روز قیامت اون کسی که صاحب مال بوده خب میبینه که اون مال در راه خدا داده شده. از دو گزینه یکی رو الله متعال به اون اختیار میدهد که یا اون ثواب در واقع صدقات رو بردارد
یا این که بنابر اون چیزی که در روز قیامت هست که از اعمال خیر مردم میگیرند و به طلبکاران میدن، از اعمال خیر این برداشته بشه. اگر خود صدقه رو قبول بکنه که بی حساب هستند، اگر از اعمال این برداره در مقابل اون ثواب صدقه به خود این فرد در واقع میرسد. اما به هر صورت تا جایی که توان دارد باید این مالی رو که به سرقت برده در هر اندازی هست یا پرداخت بکند یا برود و عفو و بخششی رو در واقع طلب بکند و رضایت اون طرف و صاحب مال رو در واقع باید جلب بکنه. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده که چندی بار تماس گرفتن این بود که در مورد زکات شتر، کشتن حیوانات، این نقطه رو من یادآوری بکنم که دین مبین اسلام واقعا یک دینی هست که حتی این رحمت و رأفت رو برای تمام نه تنها انسانیت بلکه برای مخلوقات خاصه، برای حیوان. حتی در روایات داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، و حتی حیوانی رو که ذبح میکنیم برای اینکه از گوشتش و پوستش در واقع استفاده بکنیم اجازه نداریم که اینو در واقع زجر بدهیم و آزار بدهیم بعد اینکه اون رو بکشن. در روایت اومده که کاردتون رو تیز بکنید تا اینکه ذبیحه شما و اون حیوان در واقع آزار و اذیت نبیند و زجر بیش از حدی رو در واقع متحمل نشه. و دو تا جریان یعنی اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه و آله اونها رو نقل کرده برای ما. واقعا جالب هست در این زمینه که دین مبین اسلام به حقوق حیوانات به این اندازه رسیدگی کرده چه برسه به حقوق انسانها. در روایت هست که یک زنی رو الله متعال به خاطر این که یک گربه ای رو عذاب داده بود به جهنم انداخت. یعنی به خاطر فقط و فقط به خاطر اینکه گربه ای رو بسته بود، نه بهش آب و غذا میداد و نه همین رو آزاد گذاشته بود که برود و خودش در واقع تغذیه بکند. این خداوند متعال به خاطر همین عمل شنیع انجام داده، این در واقع خشونتی که انجام داده، بیرحمی که در مقابل حیوانات انجام داده، اینو الله متعال داخل جهنم میاندازد. و در مقابل هم یک زن فاحشه و بدکاری رو الله متعال فقط و فقط به خاطر این که یک سگ تشنه رو آب داده، الله متعال از تمام گناهانش میگذرد و معافش میکند. این دلیل بر این است که الله متعال به حقوق حیوانات رو از تمام حتی حیواناتی که نجس هستند و حلال گوشت هم نیستند، الله متعال حقوق اونها رو مراعات کرده، چه برسه به حقوق مسلمانان یا به صورت کلی حقوق انسانیت. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد زکات شتر بود که توضیح خواستن. زکات شتر همون گونه که بیننده من اشاره کردند به صورت کلی اینم یک نصابی رو داره و یک شرایطی رو داره. همون گونه که نصاب در تمام اموالی که زکات دارن نصاب هست، اما از این که طلا باشد، یه نقره باشد، یه پول نقد باشه، اینها باید به همون نصاب برسند که نصابش 85 گرم طلای 24 عیار هست. و اگر گاو باشند، گوسفند باشند، شتر باشند یا حبوبات باشند، تمام اینها یک سقف مشخصی رو دارد که تا زمانی که به این سقف نرسیده باشند زکاتی تعلق نمیگیره. در مورد زکات اموال مانند طلا و نقره و پول نقد یا اموال تجارت، اون دو تا شرط داشت. یک شرط این که باید به همون حد نصاب برسد و شرط دومش این بود که 1 سال کامل بر اون بگذارد. 1 سال کامل بر اون بگذارد. برای حیوانات و زکاتشون هم این شرایط وجود داره. اولا این که حیوانی که انسان دارد باید به حد نصاب برسد، این یک مطلب که نصابش رو بیان خواهم کرد. دوم این که 1 سال بر اون کاملا بگذارد، یعنی حیوانی رو که گرفته، گاو و گوسفند و شتری رو که دارد 1 سال در اختیارش باشد. و اضافه بر این در حیوانات این 2 تا شرط در اموال دیگر هم وجود داشت. برای حیوانات یک شرط دیگر هم وجود داره که این حیوان باید در صحرا بچرد، یعنی حیوانی نباشد که اینو در خونه نگهداری بکنند و برایش آب و علف در واقع فراهم میکنند و صاحب و غیر صائمه هست که در واقع هزینه‌ای برای این متحمل نشده باشند. اگر در بیابان هست اکثر سال و هیچ هزینه‌ای رو صاحبش متحمل نمیشه، این گاو و گوسفند و شتر زکات داره. اما اگر اینو در خونه نگهداری میکند، علف در واقع خودش علف میدهد یا اینکه میرود براش علف میخرد و کاه میخرد براش از بازار، این بازم زکات ندارد. زکات یک واجبی در واقع ندارد. در مورد زکات گوسفند تا زکات شتر، تا زمانی که شترها به 5 شتر نرسیده باشند زکات ندارند.
اما از اینکه کوچک و بزرگشون معیار نیست، فقط 5 شتر باشن. اگر 5 شتر تا زمانی که در واقع به 4 هستن، یعنی 4 هستن، زکات ندارن. به 5 که رسیدن زکات دارن. به 5 که رسیدن زکات دارند و در هر 5 شتری یک گوسفندی لازم میشه. در هر 5 شتر زکاتش یک گوسفند هست. فرض بکنیم یکی 5 تا شتر داره، زکاتش هست که یک گوسفندی رو باید پرداخت بکنه و این زکاتش تا تقریبا تا 9 که میرسه، یعنی از 5 شتر گرفته تا 9 زکاتش یک گوسفند هست. اما اگر 10 شدند اون وقت 2 گوسفند هست. یعنی هر 5 که در واقع اضافه می شود این یک شتری هم اضافه می شود. از 5 تا 9 وقتی که 10 شدن 2 تا در واقع گوسفند هست. از 10 تا 14 همون 2 تا گوسفند هست. وقتی که 15 تا شدن 3 تا، تا زمانی که به 24 گوسفند برسن. وقتی که به 24 گوسفند رسیدن 4 گوسفند لازم میشه. یعنی هر 5 شتری که اضافه میشه یک گوسفندی به عنوان زکات در واقع اضافه میشه، با همون تفاصیلی که من قبلا عرض کردم. زمانی که به 25 رسیدن از اونجا به بعد زکات شتر حساب میشه. زمانی که به 25 رسیدن اونجا مثلا از 25 تا 35 در واقع زکاتشون یک بنت مخاض هست، یعنی یک شتر 1 ساله. بعد این به همین صورت این شترها هم در واقع اضافه میشن و سالشون اضافه میشه، یه شتر به اضافه گوسفند میشه. اما از 5 شتر کمتر زکات نداره، 4 تا بودن زکات ندارن. اگر در طول سال در بیابان هستن زکات دارن، در غیر این صورت زکات ندارن. و اگر یک سالی بر اونها گذشته باشه زکات دارن، در غیر این صورت زکات ندارن. و تا زمانی که به 25 شتر نرسیدن هر 5 شتری رو در واقع یک گوسفند زکاتشون. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده اینه که معامله نقدی و معامله قسطی با هم متفاوت از قیمتش، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ در معامله قسطی فقها اختلاف نظر و دیدگاهی رو دارن، اما نظر و رأی عموم فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که معامله قسطی جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره. همون گونه که معامله نقدی جایز هست، معامله قسطی هم جایز هست. این اصلش رو ما داریم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بریره رو صاحبش به همین صورت آزاد کرده بود که سالانه باید مبلغی رو پرداخت میکرد، یعنی بدل کتابت و بدل آزادی خودش رو قسطی داشته در واقع پرداخت میکرد. پس بنابراین اصل معامله قسطی حتی در زمان رسول الله اتفاق افتاده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردن، این که در اصلش هست. اما مسئله که در اینجا هست اضافه شدن قیمت هست که در مقابل این که این معامله یک معامله نسیه هست، یک معامله قسطی هست، به همون اندازه قیمتش بالا برود، این هم اشکالی رو نداره. این هم جایز هست که یک کالایی رو شما میخرید، این خودکار رو مثلا من به شما میفروشم، اینو اگر که نقدی بخرید قیمتش 1000 تومان هست، اگر قسطی بخرید یا نسیه بخرید که بعد از 1 سال پولش رو بدید، من میگم که قیمتش 2000 هست. این هیچ گونه اشکالی رو نداره. منتها در این زمینه باید یک اصلی رو باید مراعات بکنم که قیمت این کالا باید مشخص باشه. قیمت این کالا مشخص باشه. شما نقد میخواهید، من به شما 1000 تومان میدم. نسیه میخواهید، 1 ساله میخواهید یا بعد از یک مدتی میخواهید، من به شما اینو 2000 میفروشم. الان مشخص هست که شما نقد خریدید یا اینکه نسیه خریدید. این گونه جایز نیست که من به شما این قلم رو میفروشم که آقای عباسی اگر تا 1 ماه پولش رو آوردید 1000 حساب میکنم، اما اگر از 1 ماه بیشتر شد دیگه 2000 باید به من بدید. این جایز نیست. از همون اول که معامله انجام میگیره باید مشخص بکنند که قیمت این کالا نقدی هست این معامله یا معامله نسیه هست یا قسطی هست. اگر نقدی هست بر اساس نقد اینو محاسبه بکنند، اگر قسطی هست این بر اساس همون قسطی محاسبه بکنند. منتها قیمت باید مشخص باشه و همچنین معامله باید مشخص باشه که این معامله نقدی هست یا معامله قسطی هست. و همچنین یک نکته دیگری که در این زمینه مهم هست، اگر در صورتی که تأخیر کرد اون کسی که قسط رو میخواد بده، میخواد قسطی به قیمت رو بده یا اینکه بعد از 1 سال و 6 ماه اینو بده، اگر تأخیر کرد به هیچ عنوان دیر کرد که از اون بگیرید که یک پولی اضافه بگیرید، اینم جایز نیست. اون هم در واقع ربا هست. اما خود این کالا که فروخته میشود، خود کالا هم مشخص هست، اون پول نقد هم در واقع مشخص هست و خود نوع معامله هم باید مشخص باشه که قسطی هست یا نقدی هست. و اگر در این صورت باشه هیچ گونه اشکال نداره که در مقابل این که مدت اضافه میشود قیمت کالا به همون اندازه
بیشتر بشود، اما در همون اول باید قید بشود که اینو من فروختم 6 ماهه و 6 ماهه قیمتش این اندازه هست، ولی اینکه اضافه بر قیمتی باشه که نقدن در بازار این کالا رو میفروشد. بله، جزاکم الله خیر. آقا عبدالله از تاجیکستان درباره عقیده ماتوریدی معلومات میخواستن. عقیده ماتوریدی این منسوب هست به ابو منصور ماتوریدی که در علمای قرن 4 بوده و ایشون اگر اشتباه نکنم در سال 333 در واقع از دنیا رفتن. و عقیده ماتوریدی که یک بحث کلامی هست و یک بحث جدلی هست، این منسوب هست به ایشون که 2 فرقه بودند و 2 دیدگاه و 2 روش بوده، یکی ماتوریدی بوده و دیگری اشعریه که در عموم بحث‌های کلامی در واقع با همدیگر اشتراک دارند، به استثنای چندین مسئله که با همدیگر متفاوت هستند، دیدگاهشون عموما یکی هستند و بدین خاطر است که علما وقتی میگن اشعری منظورشون هم اشاعره هستند و هم ماتوریدی هستند. اما این که این یک عقیده متفاوت باشه، که یک عقیده‌ای که اضافه بر عقیده اهل سنت و الجماعت باشه، این گونه نیست. من بارها اینو عرض کردم که این بحث‌های کلامی که به عنوان عقیده ماتوریدی یا عقیده اشعری مطرح شده در بحث‌های کلامی در واقع این وجود داره، اینها فقط یک نوع دفاعیاتی بوده از اصل عقیده اهل سنت و الجماعت. خودش عقیده نیست، خودش اصل عقیده نیست، یک نوع دفاعیاتی بوده که در زمانی که در واقع یک گرایش عقل گرایی بیشتر بوده، غالب بوده در مقابل معتزله، اینها به عنوان یک دفاعیه هایی بوده از اصل عقیده اهل سنت و الجماعت. عقیده که اهل سنت و الجماعت دارند همون عقیده سلف صالح هست، عقیده‌ای که امام ابو حنیفه داشته، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری و بقیه ائمه داشتن. اون عقیده اهل سنت و الجماعت هست. کتابی رو که به طور مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوشتن، کتاب عقیده الفقه الاکبر هست یا الفقه الابسط هست، یا وصیتی که ایشون دارن به عنوان یک عقیده هم مطرح است، یا کتاب‌هایی رو که امام احمد نوشتند مانند اصول ایشون که نوشتن، در واقع اینها تمام بیانگر اصل عقیده اهل سنت و الجماعت هستند، مانند کتاب عقیده طحاویه و کتاب‌هایی که بقیه علما و ائمه در واقع نوشتن. اصل عقیده اهل سنت و الجماعت همون عقیده هست که در کتاب الفقه الاکبر هست، در کتاب العقیده الطحاویه هست، یا در کتاب سنه امام در واقع احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هست. اینها اصل عقیده اهل سنت و الجماعت هست و ما این افتخار رو داریم که هم در فقه این بزرگواران هستیم، امام ابو حنیفه و بقیه ائمه، و هم در عقیده ائمه اربعه هیچ گونه اختلافی رو با هم دیگر نداشتند. این که ما امروز خودمون اشعری بنامیم یا ماتوریدی بنامیم، این بیانگر عقیده ما نیست. این یک نوع گرایشی بوده، یک نوع دفاعیاتی بوده برای اصل عقیده. اینا اصل عقیده نیست. وگرنه اگر شما نگاه بکنید بحثایی که به عنوان بحث ماتوریدی یا بحث‌های کلامی که اشعری و ماتوریدی هستند، اینا کل عقیده رو در بر نمیگیره، فقط یک مباحث خاصی هستند و ویژه‌ای هستند که در اون زمان مطرح شده بود، اختلاف نظر وجود داشته با معتزلی ها، می‌خواستند که این با همون ترفند خود معتزلی ها بخوان با عقل در واقع دفاع بکنند از عقیده اهل سنت و الجماعت. اگر ما می‌خوایم پیرو اصلی اهل سنت و الجماعت باشیم، عقیده اهل سنت رو بگیریم، باید بر بگردیم به عقیده امام ابو حنیفه و دیگر ائمه بزرگوار اهل سنت و الجماعت و عقیده ماتوریدی و عقیده در واقع اشعری. این کل عقیده اهل سنت و الجماعت نیست، این یک نوع دفاعی هایی بوده از عقیده اهل سنت و الجماعت که بسیار ناقص هست و ناتمام هست و اینو به عنوان یک عقیده مطرح کردن هیچ گونه وجاهتی نداره و عقیده اهل سنت و الجماعت نیست. و عقیده یک چیز دیگر هست، عقیده ائمه اربعه هست. این بحث های کلامی ماتوریدی و اشعری یک نوع دفاعی هایی از عقیده اهل سنت بوده و اصل عقیده اهل سنت و الجماعت نیست. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که آیا امام جماعت میتواند حقوقی داشته باشد یا نه؟ در مورد این که در اصل عبادت که یک عبادتی رو یکی انجام بده به خاطر این که پولی رو بگیره، این جایز نیست. مثلا من به شما میگم که نماز بخون، در مقابل من به شما پول میدم.
خب شما نماز برای خودت میخونی، یک فرضی هست که شما انجام میدهید و در مقابل این فرض و تقرب و عبادتی که انجام میدهید نمیتونید از کسی یک حقوقی رو دریافت بکنید. و معمولا حقوقی که برای امام مسجد تعیین میشه نه به خاطر این است که امام مسجد میاد اینجا نماز میخوند و فرضی رو ادا میکند، بلکه به خاطر این است که این امام مسجد خودش رو در واقع وقف کرده برای مسجد، وقتش رو گذاشته، به سفر نمی رود. اگر سفر برود باید از صاحب مسجد، از هیئت امنای مسجد باید اجازه بگیرد. اگر یک روزی نیومد مؤاخذه میشه که چرا سر وقت نیومدی، چرا نماز ندادی. به خاطر اینکه وقتش رو گذاشته و احیانا شاید از کسب و کار دیگری هم باز بماند، بدین خاطر جایز هست به اتفاق فقها و علما به خاطر وقتی که گذاشته و خودش رو وقف کرده برای مسجد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که مقتدی های مسجد یا از طرف حکومت یا هیئت امنا یا عموم مقتدی های مسجد حقوقی رو برای امام تعیین بکنند. کاملا جایز و حلاله. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده که ایشون گفتن در کار ماشین فروشی هستن، سوالشون این بود که در مورد یک نوع معامله سوال کردن که اگر شخصی یک ماشین رو بیاره و به صورت نقدی بفروشه و پول رو دریافت کنه، آیا میتونه دوباره از خود اون شخصی که ماشین رو فروخته ماشین رو بخره ولی به صورت اینکه چک بده و یک ماه بعد پول رو به اون شخص بده؟ آیا این کار اندر شرعی اشکال داره؟ ببینید در این زمینه یک بحثی هست که مجازه، یعنی یک نوع معاملی هست که مجازه و نوع دیگری هست که حرام و ناجایز هست و نباید این انجام بدم. نوع مجازش این است که مثلا من نیاز به پول نقد دارم، من نیاز به پول نقد ندارم و هیچ چیزی رو ندارم که بفروشم، چیزی رو هم ندارم که من بفروشم و میرم مثلا یک ماشینی رو میخرم یا یک وسیله رو میخرم به قسطی میخرم، یا قسطی میخرم یا اینکه با مدت میخرم، نسی میخرم. این معامله رو من با شما انجام دادم. یک خودروی رو من از شما گرفتم به طور مثال که 10 میلیون، البته این شاید شوخی باشه که خودروی ماشینی تو ایران 10 میلیون باید بگیریم، به هر صورت فرض بکنیم انشالله که اینجوری باشه و به این حالت برگردیم ما در ایرانمون. ماشین من نیاز به پول دارم و نه پول دارم، نه کسی به من قرض میده و نه هم ماشینی دارم که بفروشم. میام نزد شما که جناب آقای عباسی من این میخوام ماشین از شما بخرم و 1 سال از شما میخوام که قیمتش مشخص باشه که قیمت نقدش الان 10 میلیون است، به من بدید 1 ساله من 15 میلیون از شما میخرم. خب من این ماشین رو به این نیت از شما خریدم که این ماشین رو من برم تبدیل به پول نقدش بکنم. هیچ گونه اشکالی نداره در صورتی که ماشین رو من از شما میخرم به یک فرد دیگر میفروشم. ببین این اصل تفاوت در اینجا هست. ماشین رو من از آقای عباسی خریدم، به یک فرد دیگری مثلا من میفروشم به یک قیمت دیگر، شاید به همون 10 میلیون که قیمت اصل ماشین هست در بازار یا کمتر یا بیشتر. من این میرم این ماشین رو جای دیگر میفروشم. از شما خریدم جای دیگر میفروشم و هدفم اینه که من به پول نقد برسم. اینو از نظر فقهی بهش میگن تورق، یعنی به دست آوردن پول، یعنی تصاحب کردن پول نقد. این از نظر شرعی اشکال نداره در صورتی که خودرو رو شما از یک کسی گرفتید. یعنی با 2 نفر معامله بله، دو تا معامله هست با 2 فرد متفاوت. این هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره. این یک صورت هست. و صورت دیگر این است که من ماشینی رو دارم و نیاز به پول دارم و از یک طرفی نمیخوام که ماشینم از دست بدم، نیاز دارم به ماشین و خودروی خودم و نیاز به پولم دارم. میام پیش شما که آقای عباسی شما این ماشین رو از من بخرید و در واقع پول نقد، این ماشین قیمتش از 10 میلیون، شما 10 میلیون به من بدید و من این معامله انجام شد و دوباره و مثلا این ماشین رو دوباره شما به من برگشت میدید با یک قیمت دیگر. الان از من بخر به 10 میلیون، دوباره به من بفروش مثلا 15 میلیون 1 ساله باشه، یا این که برعکسش باشه، من از شما میخرم به قیمت در واقع کمتری، دوباره به شما میفروشم به قیمت بیشتری. این در واقع بیع عینه هست. بیع عینه از نظر فقهی تعریف این بیع عینه هست. این در روایات هست، در سنن ابو داود روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که اذا تبایعتم بالعینه و اخذتم اذناب البقر و ترکتم و رضیتم بالزرع و ترکتم الجهاد. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم.
و که اگر شما این نوع معاملات رو انجام بدید و دین رو ترک بکنید و جهاد رو ترک بکنید و به کشاورزی و تجارت خودتون راضی باشید، خداوند متعال یک ذلتی رو بر شما خواهد آورد. تا زمانی که به دین برنگردید خداوند متعال این ذلت رو از شما هم بر نمیدارد. پس بنابراین این صورت معامله حرام هست و جایز نیست و این یک نوع ربا هست که شما خودرو رو به یک کسی فروختید، دوباره از خود اون میگیرید قبل از اینکه اون پول رو دریافت بکنید با یک قیمت دیگری که بیشتر هست یا کمتر هست. این صورت جایز نیست. اما صورتی که من قبلا عرض کردم که خودرو رو از یک کسی دیگر میخرید به یک کسی دیگر میفروشید، در این صورت هیچ گونه اشکالی رو نداره و جایز هست. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که در قرآن آمده است که نباید زنا کنید. حال برای کسی که مرتکب این کار فاحشه یعنی زنا شده است چه حکمی را قرار داده است خداوند؟ در شاید آخرین سوال باشه چون 3 دقیقه بیشتر باقی نمانده. چند تا سوال دیگه از بینندگانم دیگه وقت. به هر صورت این هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره که در تمام ادیان الهی و زنا و فحشا حرام بوده و از نظر عقلی هم که ما نگاه بکنیم در واقع این کیان خانواده رو و اعتمادی رو که باید وجود داشته باشه و سلامت و اطمینانی که در نسل و در نسب باشه، این تمام اینها رو تحت شعاع قرار میده و از دیدگاه عقل و نقل این در واقع حرام و ناجایز است. اما برای این که پیشگیری بشود از زنا، در روایات اسلامی اومده که ازدواج بکنید. رسول الله فرموده یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، هر کسی از شما که توانایی ازدواج داره باید ازدواج بکنند و از نظر شرعی باید مصارف هزینه های ازدواج باید کم باشه. این هم اولیای دختران و هم اولیای پسران اینو باید مراعات باید بکنند و این فرهنگ باید جا بیفته که هزینه ازدواج و سن ازدواج در واقع پایین بیاد. این یک نوع راهکار هست و در ادامه همین روایت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که و من لم یستطع فعلیه بالصوم، و کسانی که توانایی ازدواج ندارند اونا در واقع روزه بگیرند، زیرا که روزه اون نیروی شهوانی و انگیزه شهوت رو در واقع در انسان تضعیف میکنند. و متاسفانه امروز به جای این که مردم دنبال این باشند که به یک صورتی از زنا و از تحریک های جنسی دور باشند، به خودشون در واقع در معرض این تحریکات قرار میدن و خصوصا با ابزار جدیدی که به وجود اومده در فضای مجازی و اینترنت دنبال این مسائل هستند. پس بنابراین اگر جوانی که دنبال پاک دامنی هست اول باید ازدواج بکنه، دوما از موارد تهمت، از مواردی که در واقع هوس برانگیز هست، از این موارد باید پرهیز بکنن. اما در صورتی که این زنا صورت بگیرد از نظر شرعی یک نوع حد شرعی دارد که شلاق هست یا تبعید هست که در صورتی که اون دختر و پسر در واقع ازدواج نکرده باشند، ازدواج شرعی یا به تعبیری محسن نباشند، اگر ازدواج کرده باشند که حکمشون بنابر اون چیزی که در روایات اومده و روایات صحیحی هست حکمشون رجم و سنگسار هست. بله، جزاکم الله خیر. و این آخرین سوال بود چون متاسفانه وقت تموم شد و از شما جناب استاد نیز بابت این وقتی که ما دادین بسیار تشکر میکنم و از بینندگانی نیست که نتونستیم متاسفانه به خاطر ضیق وقت سوالاشون رو خدمت استاد مطرح بکنیم نیز پوزش می‌طلبیم و در اینجا نیز به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر انشالله همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.